سلام، من سلین هستم و امروز قرار است که به یک سوال خیلی تکراری که دانشجوها در افغانستان نگران کرده جواب بدم. این سوالی است که آیا اسناد تحصیلی افغانستان در آمریکا مورد اعتبار هست یا نه؟ این سوال خیلی زیاد پرسیده میشه ولی تا حالا هیچ کسی جواب درستی بهش نداده. چند روز پیش یک ویدیو دیدم از یک خانومی که فکر میکنم در آمریکا بودن یا آلمان نمیدونم، ولی ایشان قبلا در افغانستان گویا دانشجوی طب بوده و یا مثلا دکتر بوده، ولی بعد از آمدن به آمریکا نتونسته بود که دوباره جواز فعالیت به عنوان پزشک دریافت بکنه. پس ایشان چون باید تمام مدارک تحصیلی خود را از نو دریافت میکرد و ایشان داشتن برای همه توصیه میکردن که اسناد تحصیلیشان در کشورهای خارجی که از افغانستان به دست آوردن به درد نمیخوره و اینو باید تمام سیاست شروع بکنن اینجور چیزا. خواستم که در این مورد بیشتر صحبت شود تا ای که این ابهامات رفع شود. خیلی از افراد را دیدم که قسم مهاجرت دارن از تحصیل دست میکشن به خاطری که فکر میکنن اسنادشون قابل اعتبار نیست. دوستان عزیز، این کار نکنید، اسناد شما قابل اعتبار است. اما برای از که جواب واضحی براتون بدم که چطور شما میتونید از اسنادتون استفاده کنید و چه اسنادی قابل قبول هست، اینا را با دسته‌بندی مدارک تحصیلی شروع میکنیم به جواب دادن. اولین مدرک تحصیلی شما مدرک تحصیلی مکاتب از دوره ابتدایی تا لیسانس. در این دوره مکاتب کدام مدرک خاصی ارائه نمی‌کنند جز کارنامه یا پارچه نمرات که نمرات امتحانات را از طریق اعلام می‌کردند. برخلاف تصور اینجا شمولیت در مکتب خیلی آسان می‌گیرن. شما اگر بگید که بچه‌تان تا صنف 10 مکتب درس خوانده، اینا بدون هیچ مشکلی تا این مثلا پسرتان میبرن در صنف 2 یا دخترتان در صنف 11 شامل میکنن و میگن که اگر ادامه داد تانست خوب، اگر نتانست مثلا برمیگرده و از صنف قبلی شروع میکنن که راحت است. حالا در مورد دیپلم مکتب، شما اگر دیپلم مکتب را دارید هیچ مشکلی نداره و شما میتونید در آمریکا ازش استفاده بکنید. اگر دیپلم مکتب را ندارید و سنتون بالا است و نمیخواین یا نمیتونید که به مکاتب معمولی برین، نهادهایی هستن که در اونجا میتونید مدرک GED که معادل مدرک فراغت از مکتب هست رو دریافت بکنید، با استفاده از اون شغل جدید بگیرید یا برای دانشگاه ثبت نام بکنید. اگر در افغانستان از مکتب فارغ شدید و ترانسکریپت مکتب دارید، شما هیچ مشکلی ندارید. پس و اما اگر کسی را میشناسید که نتونسته از سند مکتب خود استفاده بکنه، دلیلش این است که یا نخواسته یا نمیدونسته چطور از مدرک مکتب خود، از دیپلم مکتب خود استفاده بکنه، و یا هم چون فکر میکنه که اسنادش قابل قبول نیست، اصلا اسناد خود ارائه نمیکنن. این مورد چندین بار من دیدم که اصلا میگه خب اسناد من که قابل قبول نیست، اصلا در رزومه خود نوشته نمیکنه. در مورد کشورهای اروپایی اطلاعی ندارم، ولی در آمریکا هیچ مشکلی ندارم. مدرک تحصیلی لیسانس و ماستری. مدرک لیسانس و ماستری شما هم قابل قبول است، فقط در بعضی موارد شما نیاز به ارزیابی مدرکتان دارید. در بعضی موارد نیاز به ارزیابیش دارید که بعد از ارزیابی دیگه مشکلی ندارید. در اکثر موارد وقتی برای شغلی درخواست میدید، اصلا کسی مدارک شما رو نمیبینه و از شما نمیخواد که حتما ثابت کنید که لیسانس دارید. مثلا اکثریت شغلا شما فقط نیاز دارید که در رزومه‌تون بنویسید که لیسانس فلان رشته رو دارید. مثل کاری که من در او استخدام شدم. من برای کار کردن در کتابخانه حقوق درخواست دادم 4 سال پیش وقتی که آمدم. داخل وبسایت گفته بود که درخواست کنندگان این شغل باید لیسانس داشته باشن. نگفته بودم که لیسانسی چیه، گفته یه لیسانسی داشته باشه. در تمام مراحل اینترویو از من کسی نخواست که ترانسکریپت خود دیپلم خود بیارم یه چیزی رو ثابت کنم، چون کاری که انجام میدم فقط نیاز به ترینینگ داشت. یک ترینینگ غیر رسمی 1-2 روزه که اصلا چی مشخصی هم نداشت، فقط برام گفتن که چه کار رو باید انجام بدم. اما هیچ نوع جوازی شغل من لازم نداشت. به صورت عموم در 2 صورت نیاز میشه که شما مدارک تحصیلیتان را ارائه کنید. یک، وقتی که برای دانشگاه اپلای میکنید، مثلا اگر فارغ صنف 12 هستین و برای لیسانس اقدام میکنید
یا لیسانس دارید برای ماستری اقدام میکنید یا ماستری دارید برای دکترا اقدام میکنید، در این صورت شما نیاز دارید که مدارکتان را ارائه کنید برای دانشگاه. در این مورد وقتی اپلیکیشن رو پر میکنید و شما میگن که اسناد تحصیلیتان را برای ما بفرستید، اینکه چطور باید مدارکتان را بفرستید او را براتون میگم، او را در داخل وبسایت هم براتون میگن، ولی معمولا یک طریقی داره که او را در کمی بعدتر در داخل از این ویدیو براتون میگم. وقتی که برای شغلی درخواست میدید که او شغل نیاز به جواز خاصی داره. دوم، وقتی که به شغلی اپلای میکنید که نیاز به جواز خاصی داره و برای گرفتن او جواز لیسانس و ماستری در یک رشته مشخص ضرورت است. در اون صورت باید مدارک تحصیلیتان ارائه کنید و هر نوع جواز یا رشته پیش نیازهای خودش داره و میتونه خیلی از همدیگه متفاوت باشه. مثلا برای وکالت، من اگر از کشور دیگه جواز وکالت داشته باشم فرقی نمیکنه از جرمنی، از استرالیا، از افغانستان در آمریکا باید جواز وکالت آمریکایی رو به دست بیارم. پیش نیازش چیز نظر به هر استیت فرق میکنه. مثلا در اوهایو من نیاز به 6 سال تحصیلات عالی دارم که این 6 سال تحصیلات عالیش 1 تا لیسانس توش باشه، یعنی 1 تا لیسانس 2 سال تحصیلات عالی دیگه، 30 کردیت حقوق در دانشگاه هایی که تایید شده از طرف ABA باشه و او 30 کردیت هم در راستای یک ماستری باشه تا اجازه پیدا کنم برای امتحان وکالت ثبت نام کنم. همینطور پزشکی، حسابداری، نرسینگی، هر کدام اینا نیاز به جواز دارن و برای جوازشان پیش نیازهایی هست که باید خودتان پیدا کنید که چی هستن که هر کدامشون نظر به استیت فرق میکنن. بهترین راه برای پیدا کردن پیش نیازها تماس گرفتن با دانشگاه یا همون دفتری است که شما باید ازش جواز بگیرید. داخل وبسایتش برید، بخوانید، اگر واضح نبود تماس بگیرید، زنگ بزنید. حالا فرض کنید که شما برای دانشگاه درخواست دارید یا برای شغلی که میخواین بگیرین یا میخواین برای جواز شغلی که میخواین برش امتحان بدین پیش نیازش رو پیدا کردین. الان وقتش است که اسنادتان رو ارائه کنید. چی کار میکنید؟ نفس عمیق. به خاطر این کار شما باید اسنادتان رو ارزیابی کنید. حالا طریقه معمولی که همه استفاده میکنند، آدمای معمولی که در کشورهای معمولی زندگی میکنن، این است که اونا با دانشگاهشان تماس میگیرن، دانشگاهشان اسنادشان را به نهادی که به اسنادشان نیاز داره میفرسته، خلاص. ولی با کسایی که لیسانس یا دیپلم مکتب ما از خارج از آمریکا هست، پروسه کمی فرق میکنه. در مرحله اول باید اسنادتان رو برای ارزیابی یا معادل سازی بفرستید. معادل سازی یا ارزیابی رو بهش چی میگن اینجا؟ evaluation. بعد از معادل سازی خود نهاد ارزیابی کننده اسناد شما را به همون جایی میفرسته که نیاز دارید. توجه داشته باشید که ارزیابی شده اسناد شما را یا هم ترجمه شه، از خودتان قبول نمیکنه کسی، هیچ دانشگاهی قبول نمیکنه او را. هر جایی که نیاز داره به اسنادتان، شما او دانشگاهی که درس خواندین او میفرسته. او دانشگاهی که میخواین برای داخل از او اپلای کنید او را فقط از همون نهاد ارزیابی کننده دریافت میکنن. WES و یک نهاد دیگه است. اینا دو نهاد هستند آمریکایی کار میکنن. برای کشور توسعه یافته یا برای دانشگاهایی که از سیستم‌های آنلاین یا سیستم پست استفاده میکنن، این مرحله طوری است که متقاضی در WES، در وبسایت WES یک اکانت میسازم، میگم میخوام که ترانسکریپت معادل سازی شه، وبسایت ازش میخواد که اسم دانشگاهی که ازش فارغ شده و اسنادش که میخواد ارزیابی کنه رو بنویسم و همچنین اسم دانشگاه یا نهادی که میخواد اسنادش برش فرستاده شه. مثلا من مینویسم اسنادم از دانشگاه آمریکایی افغانستان بگیر به محکمه عالی اوهایو چیشه بفرست، معادل سازی شده شه. WES با دانشگاه ما تماس میگیره، اسناد من یا از طریق سیستم پست یا از طریق سیستم آنلاین پارچمنت دریافت میکنه و بعدش ارزیابی و معادل سازی میکنه و بعدش نتیجه ارزیابی رو میفرسته برای دانشگاهی که میخواین اپلای کنید یا درس بخونید یا برای ماستری اپلای میکنید یا به همون جایی که میخواین ازش جواز بگیرید. دانشگاه آمریکایی افغانستان با این مسئله مشکلی نداشت. اسناد من از طریق سیستم پارچمنت برای WES فرستادن، ارزیابی شد، اونا فرستادنش برای محکمه اوهایو و خلاص.
پس کشور مهم نیست. اگر دانشگاه شما مثلا دانشگاه کاتب یا کاردان از این سیستم استفاده میکنن، شما راحت مثل بقیه دنیا میتونین که اسنادتان ارزیابی کنین و به دانشگاه‌های مورد نظر بفرستید. اما دانشگاهی که دو درس خواندید مثل دانشگاه کابل یا دانشگاه اگر دانشگاهی که دو درس خواندید دانشگاه کابل است یا دارالمعلمین سید جمال الدین که به این سیستم دسترسی ندارند، WES برای این مشکل یک راه حل درست کرده که بهش میگه برنامه WES Gateway. از طریق WES Gateway شما میتونید که فتوکاپی اسناد کاغذی یا همون ترانسکریپت را برای WES بفرستید و WES او را ارزیابی میکنه و برای نهاد مورد نظر میفرسته. WES Gateway یک کمی پیچیده است و ماها زمان گرفت که بتونم پیدا کنم اصلا چه قسمی اکانت من بسازم. در یک ویدیوی جداگانه توضیح میدم که اکانت WES Gateway چجوری بسازید. او یک داستان دیگه است. الان من میخوایم براتون توضیح بدم استپ بای استپ که من چیکار کردم. این 7 خانه رستمی که من طی کردم چجوری بود که یک بهتر بفهمید. اول من خواستم برای امتحان وکالت اپلای کنم. برگزار کننده این امتحان گفته که مدارکتان را برای دی سوپریم کورت آف اوهایو بفرستید. من که لیسانس من از دانشگاه آمریکایی افغانستان بود، پس من برای دانشگاه آمریکایی افغانستان ایمیل کردم و خواستم که اسناد من به WES پست کنم که WES او را معادل سازی کنه. چون در وبسایت خود محکمه نوشته بود که اگر خارج از آمریکا تحصیل کردید برای ما معادل سازی شده اسنادتان را بفرستید که توسط نهاد WES معادل سازی شده باشه. پس داخل وبسایت چک کنید همون جایی که درش اپلای میکنید. اکثریت نهادها براتون میگن که معادل سازی شده کدام یکی از شرکت‌ها را قبول دارن، WES یا دیگه شن. دانشگاه آمریکایی گفت که ما دفتری نداریم که بخوایم اسنادتون رو پرینت کنیم و بفرستیم، پس ما از یک سیستم آنلاین پارچمنت استفاده می‌کنیم، اسنادتون رو سافتش رو میفرستیم برای WES. دقت کنید اسناد من اصلا به دست من نمیرسه به خاطر اینکه احتمال داره من نمراتم را دستکاری کنم. به این شیوه نهاد بررسی کننده، نهاد دریافت کننده اسناد شما مطمئن میشه که اسناد شما اصلی است و چیزی تقلب نشده. وقتی خواستم اکانت WES بسازم که درخواست معادل سازی اسناد خواهی بکنم، اول باید کشور خود انتخاب میکردم. وقتی افغانستان رو انتخاب کردم گفت باید اکانت WES Gateway بسازی چون طریق ارزیابی اسناد شما فرق میکنه و اینا. و دلیلش میدونستم که چرا مثلا برای من اکانت WES درست نمیکنه، چون کشور افغانستان انتخاب کردم. ولی چون کشور افغانستان انتخاب کردم چون که تمام اسنادش اونا خبر دارن افغانستان تمام اسنادش کاغذی است و سیستم متفاوت کار داره، ولی من میدونستم دانشگاه آمریکای افغانستان به سیستم پارچمنت دسترسی داره و میتونه که کار بکنه. پس چیکار کردم؟ کشور خود ایران انتخاب کردم و بعدش بهم اجازه داد که اکانت نرمال WES خود بسازم به صورت آنلاین، تقاضای ارزیابی اسناد خود بکنم به صورت آنلاین. وقتی دانشگاه خودش اسنادش رو براتون میفرسته، خوبیش اینه که مطمئن هستن که اسناد اصلی است. وقتی فتوکاپی را از طریق برنامه WES Gateway میفرستی در اسناد ارزیابی شده، زیرش مینویسن که ما کاپی اسناد دریافت کردیم و از اصلی یا جعلی بودن اسناد اطلاعی نداریم. این را قشنگ دو زیرش مینویسن. تو نهاد دریافت کننده خودش تصمیم بگیره که میخواد را قبول کنه یا نکنه. بعد از اینکه اپلیکیشنم تکمیل شد و برای امتحان وکالت محکمه اوهایو فرستادمش، محکمه اوهایو با من تماس گرفت و گفت که برای شرکت در این امتحان باید 6 سال تحصیلات عالی داشته باشی و فقط 4 سال است لیسانست و اگر یکان تحصیلات عالی دیگه چیزی داری بفرست. شانس من، طالع من امینجا وقتش است که خود طالع محمد نامو من در دوران جاهلیت خود یک لیسانس فیزیک از دانشگاه کابل گرفتم همینجوری for fun شیخی میکنم. بالاخره تونستم اسناد دانشگاه کابل خود هم ارزیابی کنم. دقت کنید اسناد دانشگاه کابل من قبول شد، برای محکمه اوهایو فرستادم، او را از طریق WES Gateway و من رسما کاندید امتحان وکالت شدم که خیلی از بابت خوشحال بودم به خاطر اینکه فکر می‌کردم که اسناد کاغذی من چطور قبول خواهد کردن. پس اگر می‌خواید که اسناد تحصیلیتان در آمریکا از اسناد تحصیلیتان در آمریکا استفاده بکنید، اولین سوالی که باید بهش پاسخ بدید این است که با اسنادتان می‌خواید چیکار بکنید.
این سوال خیلی مهم است. شما اول باید پیدا بکنید که شغلی که میخواین، جوازی که میخواین، این رو اول پیدا کنید، چیکار میخواید با زندگیتان بکنید. بعد شروع کنید به پر کردن اپلیکیشن یا درخواست نامه یا هر چیزی که هست برای ازو. بعد ببینید که اصلا شما نیازی به به ایوالویشن یا ارزیابی اسناد دارید یا نه. اگر که ازتان خواستن که اسنادتان ارزیابی کنید یا اسنادتان رو ارائه کنید، بعد برید سراغ ارزیابی اسنادتان. شما نمیتونید که اول اسنادتان ارزیابی کنید. خیلی از ما میگن که چطور اسناد ما رو ارزیابی کنیم. میگم که خب برای چی میخوای اسنادت؟ اصلا نمیدونه. شما نمیتونید که اول اسنادتان ارزیابی کنید، بشینید دستتون بگیرین و هر وقت که لازم شد این طرف بفرستید. No, that's not how it works. و یک چیز کوتاه دیگه هم ایران بگم که اصلا ارزیابی اسناد به چه معنا است. سیستم نمره دهی در هر جای فرق میکنه. از اینجا مثلا A و B و C هست. در افغانستان نمره بود 170 80 50 55 ما با 55 خیلی آشنایی داریم. اینا او نمرات رو میبینن که طبق معیارهای آمریکایی ایده کدام قسمت قرار میگیره، AST، BST، و آیا اسناد تو به لیسانس ترجمه میشه در اینجا یا نه. مثلا اگر که اسناد شما معادل لیسانس نباشه، برای شما نمیگن که اسناد نمیچله برو مثلا دوباره لیسانس خواهی. این کار رو براتون نمیکنن. برای شما میگن که شما مثلا این قدر کردیت هایتون قابل قبول است، این قدر کردیت هایتون قابل قبول نیست. شما مثلا یک 10 کردیت دیگه هم بخوانید مثلا که شامل اینی و اینی و اینی باشه تا که اسنادتان لیسانس قبول شود یا ماستری قبول شود. یا مثلا براتون میگن که مثلا GPA، مثلا من فکر میکردم که GPA من امور رقمی که مثلا دانشگاه کابل مثلا نمره داده درست است دیگه، اونمو GPA من هست، ولی در بعد از ارزیابی GPA من خیلی بلندتر از چیزی بود که داخل ترس که خیلی نه ولی یک کمی مثلا فرق میکرد، یک 3-4 واحد که خیلی خوشحال کننده بود. بو میگن ارزیابی، از او خاطر او را لازم دارن. ارزیابی و ترجمه فرق میکنه. شما اگر اسنادتان ترجمه شده هست، مثلا میگن که به خاطر ازی که بیشتر جاها که نوشته میکنن به خاطر ازی که ممکن است اسنادتان به زبان دیگه ای باشه، یکی او است، دوم سیستم نمره دهی است. ترجمه خالی زیاد چی نداره، تأثیری نداره. اینکه شما ترجمه کنید بفرستید مشکل حل نمیشه. باید هم ترجمه شد، هم WES هم ترجمه میکنه هم ارزیابی میکنه. دیگه چی؟ اوکی. و یک بار که اسنادتان ارزیابی شد، WES او را سیو میکنه. بعدش شما هر بار دیگه ای که مثلا نیاز شد به WES تماس میگیرید یا میرین داخل اکاونتتان. از طریق اگر که اکاونت WES نورمال دارید، میرید داخل وبسایت، از اونجا درخواست میکنید که اسنادتان کاپیشه در فلان جای دیگه هم بفرستن. اگر که اکاونتتان WES گیتوی هست، باز باید ایمیل کنید بگید که اسنادتان دوباره بفرستن. در مورد WES گیتوی یک ویدیوی دیگه میسازم، ای که شما چطور او اکاونت اصلا بسازید. خیلی پیچیده است، خیلی نه، برای من پیچیده چون که هیچ کس بهم نگفت و کاملا یک برنامه جدید بود در وقت. اصلا خود WES هم باهاش زیاد آشنایی نداشت. دوستان، او قدر که من سر از ویدیو زحمت کشیدم، سر درسایم، سر زندگیم زحمت نکشیدم عزیزان. پس با دقت گوش کنید، از اول تا آخرش گوش کنید و اگر سوالی چیزی دارید بپرسید توی کامنت ها و بفرستید برای دوستانتان که دارن ترک تحصیل میکنن چون فکر میکنن اساسشون قابل قبول نیست. اوکی؟ See you later.